اگه گفتین چه کسی قراره قهرمان چمپیونز لیگ بشه، اگه کرده باشی پنالتی رو دنبال، باید بدونی که شانس اول باید بدی به رئال، چون لیگ قهرمانان ورژن تسلیم ناپذیر رئال مادرید رو به شما دیکته میکنه. ولی خب پی اس جی هم مقتدرانه با حضور انریکه اومده که از قهرمانی خودش دفاع کنه، پس قاعدتاً باید شانس اول قهرمانی در نظر بگیریم. ولی نباید روحیه جنگ طلبی بایرن مونیخ هم دست کم بگیریم، البته اگه این روحیه در قامت کمپانی هم دمیده بشه. ولی خیلی ها معتقدن که مدافعین هستن که جام رو به خانه میآورن، پس این فصل نباید آرسنال رو با این خط دفاعی دست کم بگیریم. ولی زمانی که شما دارین از خط دفاع صحبت میکنین هم نمیشه چشامون رو روی اتلتیکو مادرید که با دفاع اتوبوسی بازی میکنه ببندیم. شانس اینو دارن که به قهرمانی برسن، البته اگه به رئال مادرید برخورد نکنن. ولی خیلی ها معتقد هستن که روح ژوتا به کمک لیورپولیا میاد برای کسب 7مین قهرمانی خودشون. از حق نگذریم، کسی از چلسی کم تجربه مارسکا انتظار نداره حتی پس از اینکه جام جهانی باشگاه‌ها رو به خونه بردن قهرمان بشن، همونجور که کسی از تیم از هم پاشیده پپ گواردیولا انتظار نداره و بازیکنان شهر منچستر که انگار روح فوتبال از درون اونا بیرون کشیده شده و افعی‌هایی که بدون نیش موندن و هنوز نتونستن پوست اندازی کنن. ولی خیلی ها از بارسای هانسی فلیک انتظار دارن که جامو به خونه بیارن، حتی در زمانی که نمیدونن خونه کجاست. حالا شما با این اوصاف